جهنمی وجود نداره رفیق. به اون معنی آتیش و زغال و هیزم بندازن آتیشت بزنن نیست. پس قصه چیه؟ مگه نمیگیم خدا هزاران بار از مادر به انسان مهربون تره؟ کدوم مادری حاضر میشه بچهش رو هر چقدر بد باشه بنزین بریزه و آتیشش بزنه؟ داستان اینه قربونت برم. اون آتشی که ما رو میسوزونه همون چیزیه که همین الان ایجادش کردیم و ازش میسوزیم. آتش خشم، آتش نفرت، آتش حسادت، آتش کینه ها و هزاران آتشی که صبح وقتی بیدار میشیم خودمون حسش میکنیم. و اتفاقا خدا به همون بارها میگه که دست از این آتش افروزی بردار. خدا نیست که برای تو جهنم میسازه، این من و توییم که خودمون آتش جهنمی رو ایجاد میکنیم و توش میسوزیم. داد درویشی از سر تمهید سر قلیان خیش را بمرید، گفت که از دوزخی نکو کردار قدری آتش به روی آن بگذار. بگرفت و ببرد و باز آورد، عقد گوهر ز درج راز آورد. گفت در دوزخ هر چه گردیدم، درکات جهیم را دیدم. هیزم و آتش و زغال نبود، اخگری بهر اشتعال نبود. هیچ کس آتشی نمی افروخت، ز آتش خویش هر کسی می سوخت.